بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما همیشه دچار مشکلات در ساختن تقسیم اوقات شده ایم، اما در این ویدیو ما شما یاد میگیریم که چگونه یک تقسیم اوقات هفته‌وار اساتید را بدون بی‌نظمی تنظیم کنیم. اکثر اوقات در تقسیم اوقات ها 2 یا بیشتر از 2 ساعت همزمان پشت سر هم به یک استاد داده میشه. این مشکل که است در این ویدیو حل میشه و بر شما نشان داده میشه که چگونه ما این تقسیم اوقات هفته‌وار را آماده کنیم. البته قبل از ساختن تقسیم اوقات باید ما شما 5 مرحله را مد نظر بگیریم. در نخست باید ما شما لیست از اساتید خود مشخص کنیم. وقتی که لیست از اساتید مشخص کردیم ما شما میتونیم که خود تصمیم اوقات خودتر ایجاد کنیم. ما قبلا اینجا لیست اساتید گرفتیم. دوم تعداد ساعت هر مضمون باید معلوم کنیم. به طور مثال تعداد ساعت مضمون کیمیای ما است در هفته مثلا 3 ساعت، یا مثلا فیزیک ما است 3 ساعت، یا پشتوی ما است 3 ساعت یا 2 ساعت. نظر به اینجا بود ما تایم تیبل داریم، نظر به این ما شما تعداد ساعت های خود مشخص میکنیم. هر مضمون ما اینجا دوره ابتدایی، متوسطه و ثانوی ما تعداد ساعت های ما معلوم است. و دیگه که است بعد از این باید وقتی که تعداد ساعت ها را مشخص کردیم اول مضامین های اصلی را باید تنظیم کنیم. بعد از تنظیم کردن مضامین های اصلی مضامین های فرعی را تنظیم کنیم و در آخر که است تداخل و بی‌نظمی هایی که اگر ایجاد شده باشه گاه اوقات میتونیم که اونا را چی کنیم بررسی کنیم. اگرچه در این ویدیو ما شما تمام موضوعاتی که جاگزین میشه هیچ تداخل و بی‌نظمی ایجاد نمیشه. میم در نخست در قسمت جدول تقسیم اوقات ما یا تقسیم اوقات سهولت آمیزی که بر ما ایجاد شده در اینجا ما بر شما معرفی میکنیم. در نخست در این قسمت کد است. این کد که است به هر استاد جداگانه این کدشان ذکر میشد. در اینجا لیست معلمین است و ساعات درسی ما است که در هفته چند ساعت درسی باید تدریس شود یا در روز چند ساعت درسی باید تدریس شود. ما میتونیم که این تمام شده اینجا جاگزین کنیم. در نخست ما میم در اینجا لیست از اساتید خود که نوشته کرده ایم در اینجا کپی میکنیم. در نخست میم این استادی که اصلا تمامش لیست گرفته در اینجا کپی میکنیم و جاگزین میکنیم. شما میتونید که جداگانه باز ایده نوشته کنیم. میم در اینجا کپی بی قسم نام تمام اساتید خود ما اینجا ذکر کردیم. در نخست ما میم در اینجا این ساعت های درسی را دیگه باقی میمونه. ببینید اساتید گرامی در اینجا هر استاد یک کد مشخص خود گرفت. مثلا مثال استاد بصیر است کد مشخصش 1 شد، استاد صابرخان است کد مشخصش 2 شد، استاد حشمت است کد مشخصش 3 شد. در این ساعت درسی ما شما دیگه کار نداریم. وقتی اگر نوشتم کنیم در اینجا اجازه برای ما نمیدن. بهتر از بیم سر از اینجا مثلا در این قسمت صنف های ما است باید صنوف خود در اینجا نامگذاری کنیم. مثلا بعضی از مکاتب است صنف های بیشتر داره، بعضی هم کمتر دارن. میگیم مثلا 12 بعدش می 11 1 است، 11 2 است، مثلا 10 1 است، 10 2 است. ببین قسم صنف های جوگین اگر مثلا صنف های بیشتر داشتین شما میتونید که تغییرات ایجاد کنید. 8 مثلا در قسمت میم صنف 8 1 و 8 2 بعدش در صنف 7 1 و 7 2. البته استاد عزیز در اینجا ما میتونیم که تا 50 شعبه را ما شما اضافه کنیم. ما میتونیم تا 50 شعبه را در این قسمت اضافه کنیم. البته ما فعلا قسمت بر شما آماده میکنیم که یک روز شنبه آماده کنیم ان شاء الله تا تمام شه باز شما میفهمید. در نخست ما سر استاد بصیر البته ما گفتیم در نخست که باید مضامین اصلی را اضافه کنیم. به طور مثال مثلا مضامین اصلی ما است بازور شما میتونید که درجه بندی کنید یا بر قسمی که شما آماده میکنید میتونید از استفاده کنید. مثلا استاد بصیر خان است مثلا کیمیا تدریس میکنه صنف 12 1 کد از این که است در اینجا ما شما میگیم کد از این که است 1 است. ببینید وقتی که 1 اینجا اضافه کردیم اتومات ساعت درسی استاد بصیر خان اضافه میشه که 1 ساعت درسی روز شنبه استاد بصیر اضافه شد. میم سر ساعت دومش میم 12 2 مثلا اینجا نوشته میکنم کیمیای صنف 12 2 را هم تدریس میکنن. یکی اصلا میگیم چی است ساعت کدش که است 1 است. به می قسم میم در دیگه صنف ها هم اضافه میکنید. البته مثل یک جدول خالی سفید که است شما میتونید که استفاده کنید. تعداد ساعتش خودش اینجا اضافه میشه. ببینید استادای عزیز مثلا اگر تداخل و بی‌نظمی اینجا ایجاد شد مثلا همزمان 2 ساعت برای یک استاد بدیم در اینجا برنامه وارنینگ میده میگه شما اجازه ندارید که برای یک استاد چی کنید در 1 ساعت 2 ساعت بدین. مثلا هم 11 1 باشه هم 11 2 باشه. میگه شما نمیتونید در یک وقت 2 ساعت درسی به یک استاد در نمید. پس اینجا بهتر است که پس دلیت میکنیم در ساعت 4 مثلا میگیم در صنف 11 2 اینا میگیم کدش که است 1 است. پس میگیم در این قسمت هم کیمیا و در این قسمت 1 صنف 10 1 مثلا میشه ساعت 6 میشه در صنف 8 میگیم کیمیا صنف 8 تدریس میکنه بشه. ببین ساعات استاد بصیر خان در اینجا در روز هفته پوره شد. بعدش میان صنف استاد بالای خود استاد صابرخان ساعت اولش که اصلا مثلا فیزیک است مضمون چی است؟ یکی مضمون اصلی داشتیم یکی فرعی داشتیم. مضمون اصلیش که مثلا فیزیک است کدش که است 2 است. ببینید اتومات در این قسمت بر استاد صابرخان یک مضمون اضافه شد. بعدش میایم ساعت دومش میایم در صنف 12 1 دارد. در اینجا مثلا فیزیک داشته میکنیم بشه
چی است؟ کدش 2 است. ساعت سومش میم به طور مثال در صنف این در این قسمت در صنف 9 است. میگم فیزیک صنف 9 رو تدریس میکند. کدش است 2. ببینید در اینجا چی است؟ برش 3 مضمون اضافه شد. ساعت چهارمش که است مثلا میم در این قسمت میم در صنف 11 1 دارم. میم فیزیک 11 1 کدش 2 است. در اینجا 4 ساعت برای استاد اضافه شد. بعدش میم ساعت پنجمش این در این صنف 8 1 میگیریم. فیزیک میگم چند است؟ کدش 2 است. ببینید 4 5 ساعتش پورا شد. بعدش میم در ساعت ششم میگیم در ساعت ششم در صنف دهم 1 دارم. این فیزیک دهم 2 البته میباشه دهم 2 کدش است 2. 6 ساعت استاد صبرخان در این روز شنبه پورا شد. شما میتونید که به می قسم این ادامه بدین. میم سر دیگر بالای استاد حشمت خان مثلا استاد حشمت است مثلا چی را بیولوژی را به طور مثال تدریس میکند. کدش است 3. در اینجا ساعت اولش چی است؟ کد بیولوژی. ساعت دومش مثلا است در اینجا میم صنف 9 دیگه بیولوژی صنف 9 1 صنف 9 1 مثلا کدش است 3 است. ببینید اینجا 2 ساعت برای استاد حشمت اضافه شد. بعدش میم در این قسمت مثلا 2 بیولوژی تدریس میکند. بیولوژی تدریس میکند. کدش است چند است؟ 3. این بیولوژی حکمت 3 ساعت شد. بعدش میایم در این قسمت ببینید اگر در اینجا باز اضافه کنیم بیولوژی در این قسمت 3 بدیم باز میگم شما اجازه ندارید. پس بهتر است که در ساعاتی که شما اضافه میکنیم متوجه باشیم. مثلا در این قسمت میم در ساعت 4 بیولوژی صنف دهم 1 کدش 3 بشه و همچنان ساعت 4 میشه میگیریم در این قسمت بیولوژی صنف 9 2 کدش 3. ببینید هر استادی که میرسونین در اینجا تعداد ساعاتش اضافه میشه. استاد عزیز شما کوشش بر این کنید که همین قسم متواتر شما ساعت ها را برسانین و از بینظمی خودداری کنید. ساعت پنجمش هم ساعت چهارمش شد ساعت پنجمش شد میم ساعت ششمش میگیم در این قسمت صنف 12 1 میم بیولوژی داره به شکل کدش 3 است. پس این استاد زکریا استاد حشمت هم صنف‌هاش ساعت‌هاش در روز شنبه پورا شد. پس من سر 11 2 استاد زکریا خان هستم مثلا به طور مثال ریاضی تدریس میکنم. ریاضی استاد زکریا خان اصلا ریاضی تدریس میکند مثلا ساعت اولش که در صنف 11 2 است. ریاضی کدشم است مثلا چند است؟ استاد زکریا خان کدشم است 4. ببینید با استاد زکریا خان اینجا کدش رسید مثلا ساعت دومش که است در صنف 11 2 است. میم در این قسمت کدش است 4. البته استادای عزیز در این متوجه باشین که همیشه امی خانه‌ای که اصلا یک ساعت‌های خالی است شما میتونید که در این ساعت‌های خالی اضافه کنید. وقتی که سفید رنگ به خود گرفت یا مایل به سفید شد در اینجا این خانه دیگه پر هست تمام ساعت‌هاش پر شده. مثلا ریاضی ساعت سومش که است دهم 1 است به شکل ما میتونیم که در اینجا ایده اضافه کنیم. 4 ساعت چهارمش هم است در صنف دهم 2 4 ساعت پنجمش هم است در صنف 9 بشه 4 ساعت اخیرش هم است مثلا البته استاد زکریا خان ساعت ششمش گرفتن ساعت پنجمش میگیریم در این صنف ساعت پنجمش میگیریم در صنف 12 بشه 4 به شکل ما ایده اضافه میکنیم. بعدش همین قسم استادای عزیز تمام عزیز به همین قسم مپر میکنیم. بعدش میگیم مثلا ریاضی شد استاد وحید اصلا مثلا به طور مثال این جغرافیا تدریس میکنه. جغرافیا مثلا کدش است 5 است. ساعت دومش در صنف 11 است جغرافیا است به شکل کدش 5 است. ساعت سومش هم است در صنف 12 جغرافیا 5 است. مثلا ساعت چهارمش هم است ساعت چهارمش میگیریم در اینجا جغرافیا به قسم ساعت پنجمش هم در صنف 10 میگیریم جغرافیا کدش از 5 و ساعت البته اینجا کدش از پیش مومد و ساعت ششمش هم میگیریم در این قسم جغرافیای صنف 9 2 به شکل این هم تعداد ساعت های استاد وحید خان پر شد. من در صنف 10 مثلا ساعت استاد وحید خان است به طور مثال انگلیسی تدریس میکنه یا مضامینی که در اینجا ما ذکر کردیم هر مضمونی که باشد مثلا استاد وحید زکریا میشه استاد وحید میشد کامپیوتر تدریس میکنه. استاد وحید خان مثلا کامپیوتر تدریس میکنه کامپیوتر. البته استادای عزیز متوجه باشن که تعداد ساعت هم نظر بگیرن که روزهای بعدی بازی را ذکر نکنیم. مثلا اگر به طور مثال 3 ساعت مثلا بیولوژی است 3 ساعت در یک هفته 3 ساعت باید تدریس شد فقط در 3 روز ذکر شد. کامپیوتر مثلا کدش است 6 است. بعدش میایم در این قسمت ساعت دومش کامپیوتر صنف 10 است. کامپیوتر صنف 10 2 است کدش 6 است. ساعت سومش میگیریم در این قسمت کامپیوتر صنف 11 است
کدشم 6 است و ساعت چهارمش میگیم کامپیوتر صنف 12 هم است. این ساعت کدش است 6 است و ساعت پنجمش میگیم کامپیوتر 11 است به شکل کدشم 6 است و در اخیر هم میگیریم کامپیوتر صنف 12 کامپیوتر صنف 12 2 کدشم 6 است به شکل. بعدش میگیم سر صنف 9 مثلا استاد روح الله خلاص شد حالا میگیم سر استاد وهاب خان به طور مثال این انگلیسی تدریس میکنه انگلیسی کدشم است 7 است ساعت دومشم است انگلیسی صنف دهم 2 انگلیسی صنف دهم 2 است به شکل دهم 2 کدشم 7 است ساعت سومشم است مثلا انگلیسی صنف 9 است انگلیسی صنف 9 است کدشم 7 است و ساعت چهارمشم که است به طور مثال میگیم در این قسمت ساعت چهارمش صنف 8 انگلیسی صنف 8 کدشم 7 است. بعدش میگیم ساعت چهارمش میگیریم ساعت پنجمش انگلیسی صنف خب اینجا انگلیسی صنف 12 میگیریم بشه انگلیسی صنف 12 است ساعت چند کدش چند ساعت 7 است ببینین و ساعت اخیرش میگیریم انگلیسی صنف 11 انگلیسی صنف 11 انگلیسی صنف 11 کدشم که است میباشیم اصلا عزیز در این قسمت میگیم انگلیسی صنف 11 کدشم است 7 است بشه. بعدش میگیم در صنف 9 بعد از استاد وهاب استاد سلیم مثلا میگیم مثلا این مضامینی که تدریس میکنه کدام مضامین است در اینجا ما شما میگیم مثلا به طور مثال دری است دری رو به طور مثال تدریس میکنیم کدشم میگیریم 8 این در ساعت دومش میگیریم دری صنف 8 ساعت سومش مثلا میگیریم دری صنف 10 و ساعت چهارمش میگیریم دری صنف 9 و ساعت پنجمش میگیریم دری صنف 11 و همچنان میم ساعت اخیرش میگیریم در این قسمت دری صنف دی 1 به شکل. خب من در این قسمت که در این قسمت صنف 8 یک است بعد از استاد سلیم خان استاد مؤمن است مثلا به طور مثال یک مضمون تعلیمات تدریس میکنه به طور مثال تعلیمات اسلامی است و هر مضمونی که شما خواسته باشه میتونید در اینجا اضافه کنید مثلا تعلیمات است کدشم است مثلا شماره 9 است در اینجا اضافه میکنیم ساعت دومشون بعد همین قسم میگیریم تعلیمات کدشم 9 است ساعت سومشون به طور مثال میگیریم در این قسمت تعلیمات کدشم که اصلا 9 است و بعدش میگیم در ساعت چهارمشون تعلیمات در این قسمت میگیریم تعلیمات کدشم که اصلا 9 است بعدش میگیم در این قسمت ساعت پنجم از زیر میگیم تعلیمات کدشم اصلا 9 است و در اخیر هم میگیم تعلیمات کدشم اصلا 9 است. ببینید در این قسمت استاد مؤمن هم ساعت هایش تکمیل شد به این شکل استاد عزیز میتونن که دیگه مضامین هم اضافه کنن به طور مثال استاد فرید خان است استاد حمید است به طور مثال استاد حمید میگیم در این قسمت میبینیم استاد حمید مثلا دری را تدریس میکنه در اینجا میگیم دری را اضافه میکنیم دری را قبلا اضافه کردیم مثلا پشتو را تدریس میکنیم کدشم است 10 است این را اضافه میکنیم ساعت دومش میگیم در این قسم مثلا پشتو است پشتو تدریس میکنه کدشم است 10 است مثلا دیگه میگیم در این قسمت مثلا پشتو است ساعت سومشم کدشم است 10 است و ساعت چهارمشم مثلا به طور مثال میگیم در این قسمت پشتو است کدشم است 10 است و همچنان بعدش میگیم در این قسمت پشتو اضافه شد و چند مضمون شد در اینجا 3 مضمون شد بعدش میگیم در قسمت صنف هفتم که اصلا اینجا میگیم این پشتو دارد پشتو مثلا پشتو است در اینجا کدشم است 10 است در قسمت پایینی البته میباشین در اینجا میگه شما نمیتونین میم ایره پاک میکنیم و در ساعت پنجمش در اینجا اضافه میکنیم یا ساعت پشتو خب میم در اینجا ساعت پنجم کدش ما است 10 است در این قسمت اضافه کردیم ببینید استاد مثلا یک ساعت استاد خالی است در اینجا ساعت ها اضافه شد و در مثال مثلا بعد از استاد مؤمن بعد از استاد حمید مثلا در اینجا کی است استاد فرید اصلا مثلا تفسیر تدریس میکند هر مضمونی که شما میتونید که اینجا اضافه کنید تفسیر اصلا مثلا کدش که 11 است ساعت دومش میگیم تفسیر است در این قسمت کدش مکسر 11 است و همچنان ساعت سومش میگیم تفسیر است به شکل تفسیر است کدش مکسر 11 است
بعدش میایم در این قسمت ساعت 4 میشه میگیریم این تفسیر است، کدش است 11 است. استاد عزیز مثلا بعضی از اساتید ما در این قسمت باز ساعتاشون کم زیاد میشه، استاد مثلا زیاد است، در اینجا ما میتونیم که ساعتای دیگه استاد خود در این قسمت کم کنیم. یا استاد مثلا در این قسمت است به طور مثال کیمیا که است 6 ساعت یا مثلا انگلیسی که است در اینجا 6 ساعتش تکمیل شد، میم نه یعنی کیمیا رو میم 1 ساعت امروز اس کنیم تفسیرش بگیریم، مثلا کدش که است چند است، کدش 11 است به شکل. ببینید در این قسمت این 5 و اون 5 و 1 ساعت شما خالی میگذاریم. از دیگه استادا رو همچنان به این قسم ما میتونیم که اضافه کنیم و تمام مضامین اضافه کنیم. مثلا تمام ساعت ها تمام روزها را ما اضافه کردیم در این قسمت، ما میتونیم که وقتی که اضافه کردیم بعد از اضافه کردن از این شما بیاین در اخیر در اینجا تعداد ساعات هر استاد بود بر ما معلوم میشه و تعداد ساعتایشون معلوم است. به طور مثال در این قسمت که آمدین در اخیر میتونن که در اینجا نام های هر استادی که باشد مثلا نگرانی داشته باشه مثلا در اینجا ذکر کنیم مچش کنیم و در این قسمت هم مثلا در این قسمت به طور مثال ما میگیم یکی از نام های استاد رو در اینجا ذکر میکنیم، مثلا استاد بصیر خان است، استاد بصیر خان است، نگرانی صنف 12 و دوش داره. شما میتونید که در اینجا ذکر کنید و همچنین چک لیست عمومی است در اینجا نوشته است که 6 ساعت است و بعضی مضامینی که ذکر شده تمام شده در اینجا 6 ساعت گرفته. این جدول تقسیم اوقات بود که به شکل ما شما آماده کردیم. شما استادای از میتونید که به این قسم تقسیم اوقات صورت آمیز استفاده کنیم و تقسیم اوقاتتان بسازین. البته یک چیز دیگه است، اگر این مراحل که ما شما در این ویدیو دیدیم رعایت کنید تقسیم اوقات شما که است منظم و حرفه‌ای خواهد آمد و جور خواهد شد و اگر میخواهید که مدیریت مکتب شما حرفه‌ای تر شود ویدیوهای بعدی این کانال ما را از دست ندید. تشکر، وقتتان بخیر.